دو تا ویدیو در مورد مهندسی ژنتیک درست کردیم تا بالاخره برسیم به این ویدیو تا شاید بتونیم این تکنولوژی خفن رو یه مقدار بهتر درک کنیم. یک معمای حل نشده توی قلب زیست شناسی وجود داشت که پیشرفت پزشکی رو برای نیم قرن کند کرده بود. چه شما یه بیوشیمیست باشید که میخواید معنای زندگی رو درک کنید یا یه طراح دارو باشید که میخواید مردم رو درمان کنید، همه اینها ممکنه با مشکل تا شدن پروتئین برخورد کرده باشن. پروتئین ها یکی از جزءهای اساسی زندگی ما هستن و همینطور توی ویدیوهای مهندسی ژنتیک گفتیم یه پروتئین به اسم کز9 یکی از نقش‌های اصلی در دی ان ای رو ایفا میکنه. ولی مشکلی که اینجا وجود داره اینه که پیش بینی ظاهر پروتئین ها دشواره. اما توی 15 ژانویه سال 2021 یک گروه اعلام کرد که با استفاده از هوش مصنوعی تونستن ظاهر پروتئین ها رو پیش بینی کنن. این خیلی هیجان انگیزه چون میتونیم با استفاده از اون با بیماری‌های ویروسی، سرطان و حتی زباله‌های سمی مبارزه کنیم. ببینید پروتئین ها بلوک‌های سازنده زندگی هستند و همه چیز توی موجودات حتی توی خود ویروس‌ها هم از پروتئین ساخته شده یا اینکه به وسیله پروتئین ها ساخته میشن. پروتئین ها اکسیژن رو توی خون حل میکنن، غذا رو هضم میکنن، دی ان ای رو کپی میکنن، با عفونت‌ها مبارزه میکنن و خیلی کارهای دیگه. پروتئین ها فقط چیزایی نیستن که داداچی‌ها بخورن و وزنه بزنن و عضله بسازن. در واقع دی ان ای کدی که شما رو میسازه به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای ساخت پروتئین خلاصه میشه. هر پروتئین به طور کلی از مجموعه‌ای از 20 مولکول ساختمانی اصلی به اسم آمینو اسید ساخته میشن که 9 تا از این آمینو اسیدها اصطلاحاً ضروری هستند و 11 تای بقیه غیر ضروری و ساختار کلی پروتئین ها از این 20 تا آمینو اسید ساخته میشه. مثلا دی ان ای بر اساس 4 تا نوکلئوتید به اسم آدنین، سایتوسین، تیامین و گوانین ساخته میشه و از ترکیب اینا رشته خیلی بلندی به اسم دی ان ای به وجود میاد. پروتئین ها هم همین شکلی به صورت کلی از 20 تا آمینو اسید ساخته میشن و این 20 تا آمینو اسید با همدیگه ترکیب‌های مختلفی میسازن. وقتی بدن ما میخواد پروتئین بسازه میره دستورالعمل‌های دی ان ای رو میخونه تا رشته‌های بلندی از آمینو اسیدها رو بسازه و بنابر هر پروتئین این آمینو اسیدها به شکل خاصی روی همدیگه تا میشن تا پروتئین رو بسازه. این شکل‌ها و تاخوردگی‌ها نحوه عملکرد پروتئین رو تعیین میکنن. چون پروتئین ها باید با پروتئین های دیگه مثل قطعه های پازل به مولکول های خاصی بچسبند و این باعث میشه که پروتئین ها از چیزی مثل دی ان ای متفاوت باشن. هم دی ان ای و هم پروتئین همونطور که قبلا گفتیم از خودشون یه دنباله یا توالی میسازن، اما برای فهمیدن کارایی پروتئین ما باید شکلش رو هم بدونیم. حالا نکته‌ای که توی پروتئین وجود داره اینه که نحوه تا شدن رشته‌های آمینو اسید توسط خود دنباله تعیین میشه و اگر اینا رو هم بدونیم میتونیم شکل پروتئین رو تعیین کنیم. دونستن این که بفهمیم دنباله باید چی باشه خیلی عجیب غریب نیست چون این دنباله توسط دی ان ای به ما داده میشه و ما میتونیم کد ژنتیکی رو بخونیم. اما کار کردن با شکل خیلی سخته. یه پروتئین از هر نقطه میتونه از 50 تا 20 هزار آمینو اسید ساخته شده باشه و هر آمینو اسید ساختار شیمیایی متفاوتی داره که به پیچیدگیش اضافه میکنه. هر آمینو اسید به صورت ترکیب با آمینو اسیدهای کنار دست خودش یا حتی اونایی که ازش خیلی فاصله دارن ارتباط داره و همینطور هر آمینو اسید میتونه مسیر تا شدن پروتئین رو ظاهرا توی جهت‌های تصادفی حل بده، ولی در آخر همه اینها به یک ساختار مفید به اسم پروتئین ختم میشه که هر بار شکلش یکسانه. اما پیش بینی این که چجوری به اونجا میرسن خیلی سخته. بنابراین با وجود اینکه توالی میلیاردها آمینو اسید که پروتئین رو میسازن رو میشناسیم، اما وقتی که به شکل پروتئین ها میرسیم میخوریم تو در و دیوار. یکی از روش‌هایی که الان باهاش ساختار پروتئین رو مطالعه میکنن استفاده از کریستالوگرافی اشعه ایکسه. میان یه محلولی درست میکنن که توش پروتئین هم هست و بعد با آرومی میان این محلول رو تبخیر میکنن به طوری که پروتئین هایی که باقی میمونن به شکل کریستال در میان. حالا اشعه ایکس به این کریستال های پروتئینی میزنن تا ازشون عکس بگیرن و بعدش این عکس ها رو جمع میکنن و باهاش یه مدل سه‌بعدی از پروتئین ها میسازن. روش دیگه اینه که میان از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی هسته‌ای استفاده میکنن. اصلا چیز عجیب غریبی نیست برخلاف اسمش. همون چیزاییه که توی بیمارستانا و مراکز تصویربرداری استفاده میکنن که دکتر میره اون پوش جا قایم میشه و به تو میگه پاشو برو زیرش تا ازت عکس بگیریم. ولی خب این فرآیندها زمان برن، بسته به هر پروتئین میتونه چند روز یا چند سال طول بکشه. اما توی سال 2020 دیپ ماین که متعلق به گوگل گفتن که آقا ما بازی رو جمع کردیم. الگوریتم جدید هوش مصنوعی ما به اسم آلفافولد 2 میتونه شکل تا خوردن پروتئین ها رو پیش بینی کنه. دیپ ماین قبلا هوش مصنوعی میساخت که توی بازی‌های مختلف شرکت میکرد و قهرمان جهان شطرنج، گو، شوکی و حتی بازی استارکرافت 2 رو شکست داد و مثل اینکه مدلشون این بازی‌ها رو انجام میداد که خودشو گرم کنه برای مشکل اصلی.
خب زمان این رسیده بود که تیم دیپ مایند ادعای خودش رو اثبات کنه. هر 2 سال یک بار مسابقه‌ای به اسم کسب 14 برگزار میشه تا افرادی که سعی میکنن مشکل تا شدن پروتئین رو با کامپیوتر حل کنن با همدیگه رقابت کنن. توی این مسابقه به تیم‌ها توالی اسید آمینه حدوداً 100 تا پروتئین رو میدن که ساختارشون شناخته شده ولی شکل این پروتئین‌ها به صورت عمومی پخش نشده. بعد تیم‌های مختلف شروع میکنن شکل پروتئین‌ها رو پیش بینی میکنن و داورا میان با شکل‌هایی که خودشون درآوردن مقایسه میکنن. تا قبل از سال 2020 هیچ تیمی تا حالا به دقت آزمایشگاهی نزدیک نشده بود. حتی توی سال 2018 دیپ مایند با مدل آلفافولد 1 اومده بودن که بازم تو مسابقه باختن. اما سال 2020 کلاً داستان تغییر کرد. 2/3 از پیشبینی‌های مدل آلفافولد 2 به خوبی پیشبینی‌های مدل‌های آزمایشی بودن و اون 1/3 هم نمیتونستیم بگیم که آلفافولد داره اشتباه میکنه یا مدل آزمایشی، چون همونطور که میدونید مدل‌های آزمایشی هم یه مقدار خطا دارن. برای همین داورا نمیتونستن تعیین کنن که آلفافولد 2 اشتباه کرده یا مدل آزمایشی خودشون. خیلی از پیشبینی‌های آلفافولد 2 دقیق بود و توی بعضی از پیشبینی‌ها مقدار خطا به اندازه 1 اتم بود. وقتی که نتیجه ها اعلام شد، دانشمندا جامه دریدند و به سمت کوی و برزن آفتاب بالانس و مهتاب بالانس می‌زدن و همینطور خیلی‌هاشون فکر می‌کردن مشکل تا شدن پروتئین ها رو تا موقعی که زنده‌اند نمیتونن حل کنن. تیم دیپ مایند با آلفافولد 2 یه جورایی تونستن مشکل تا خوردن پروتئین ها رو حل کنن. بعدش تیم دیپ مایند ارائه کوتاهی در مورد الگوریتمی که طراحی کرده بودن دادن که یه تیم از دانشگاه سیاتل روی همین موضوع کار میکردن، به مشکلات خودشون پی بردن. بعدش رفتن ایده های خودشون رو با ایده های آلفافولد ترکیب کردن که در واقع از چند جهت بهتر از آلفافولد بود و اسمشو گذاشتن روستا فولد. و در آخر در ماه جولای سال 2021 هر دو تیم دیپ مایند و سیاتل روش‌های کامل خودشون رو منتشر کردن و کد رو برای استفاده دانشگاهی رایگان گذاشتن. یهو توی یک روز ما از نداشتن راه حل برای پیدا کردن شکل پروتئین ها رسیدیم یهو به 2 تا مدل که الان میتونیم انتخاب بکنیم که از کدومشون استفاده کنیم تا شکل پروتئین ها رو پیدا کنیم. ما با استفاده از این فناوری ها میتونیم خیلی از بیماری ها رو درمان کنیم و داروهای مختلفی بسازیم، اما یادمون نره که این مدل ها هم بازم محدودیت های خاص خودشونو دارن. مثلا یه نمونهش اینه که پروتئین ها به صورت دینامیکی یا همون پویا عمل میکنن، یعنی با توجه به محیط اطراف خودشون و حالتی که خودشون دارن میتونن شکل خودشون رو تغییر بدن تا کارشون رو درست ببرن جلو. اما آلفافولد 2 فقط میتونه یکی از این شکل ها رو پیش بینی بکنه و یه سری محدودیت های دیگه که میتونه کار ما رو خیلی سخت بکنه، ولی تا همینجا هم رسیدن یک پیشرفت بزرگ برای حوزه پزشکی و درمان بوده. مثلا بیماری هایی مثل آلزایمر، پارکینسون، هانتینگتون و همینطور خیلی از بیماری های نورودیژنراتیو به خاطر تا خوردن اشتباهی پروتئین ها به وجود میاد. اما با استفاده از این فناوری ها میتونیم امیدی برای پیدا کردن راه درمانشون داشته باشیم. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگر ایده‌ای برای ساختن ویدیو دارید حتما توی کامنت ها بهمون بگید تا براتون بسازیمش. راستی اون زنگوله هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهامون رو میبینید. تا دیداری دیگر، بدرود.